سلام. امروز میخوایم به تعمیرکارا و افراد فنی و شما عزیزان نشون بدیم چطور با ابزارهای ساده و کم هزینه یه پولیکش بولورینکش حرفه‌ای درست بکنیم. ابتدا یه چرخ دنده زنجیر موتورسیکلت کار کرده رو برمی‌داریم، وسطشو برش میزنیم و دو تا روبرو هم جای برجستش سوراخ 10 میزنیم و چرخ دنده رو برمی‌داریم، خط کشی میکنیم، برش میزنیم. دو تا به عنوان قلاب، دو تا هم به عنوان دسته. حتما اینا گوشه هاشون نیمگرد باشه که به همدیگه گیر نکنه، به راحتی بچرخه. قلاب که میگیم یه منظور پولی و بولورینگ به راحتی لبه هاشو بگیره. اینا رو به همدیگه دو مهره میکنیم، میبندیم که به راحتی بچرخه. حتما دو مهره بکنید و سپس یک پیچ خشکه 12 با مهره رو میاریم، وسطش مهره رو جوش میدیم و پیچ هم نوکش رو تیز میکنیم برای اینکه مرکز سوراخ شب قرار بگیره و فرار نکنه، به راحتی بتونیم پولی و بولورینگ رو بیرون بکشیم. و یه تیکه از این پیچ هم به عنوان دسته برای این درست میکنیم.